سلام و درود فراوان همراهان عزیز، به یک ویدیو دیگر از کانال حقایق تاریخ خوش آمدید. اگر با بود تاریک از موضوعات مختلف علاقه‌مند هستید پس کانال ما را سابسکرایب کنید. هفت تئوری در مورد اینکه شما یک زندگی قبلی داشته اید. یک، خوابهای شما در واقع می توانند یک نوع یادآوری خاطره از طریق مغز شما به شما باشند که نشان می‌دهد در زندگی قبلی چی اتفاق بر سر شما افتاده. تمام خوابهایی که می‌بینید خاطرات زندگی قبلی شما هستند. دو، بعضی اوقات احساس می‌کنید که در مکان خاصی که تازه وارد شده اید قبلا بوده اید یا حرف را که تازه بیان کرده اید را قبلا گفته اید. به این احساس دیژاوو میگویند که مهمترین مدرک برای اثبات زندگی قبلی است. سه، اینکه عاشق یک کشور هستید یا از یک فرهنگ قدیمی خوشتان میآید در حالی که هیچ اطلاعات از آن ندارید هم میتوانند دلیل برای داشتن یک زندگی قبلی باشد. دانشمندان میگویند امکان ندارند یک انسان بدون داشتن تجربه قبلی عاشق چیزی بشود یا شیفته چیزی باشد که تا به حال ندیده. این سرنخ نیز میتواند زندگی قبلی را ثابت کند. 4. ترس‌ها و فوبیاهای شما نیز یک مدرک هستند. ترس‌هایی که از کودکی دارید و یا به دلیل سرنخ‌های مهم هستند که اثبات می‌کنند در زندگی قبلی خود به نوع دچار این ترس‌ها بوده اید و یا اتفاق افتاده که شما دچار ترس‌های عجیب هستید. 5. گاه پیش می‌آید که شما می‌توانید بدون داشتن ذهنیت قبلی از یک زبان از یک کشور آن را به صورت اشتباه اما نسبتاً درست بیان کنید یا حرف بزنید. مثلا میتواند به خوبی ادای زبان ژاپنی را در بیاورید و یا لهجه اسپانیایی را به خوبی بلد باشید. این میتواند نشان دهنده ملیت قبلی شما در زندگی قبلی شما باشد. 6. احساس میکنید پیرتر از چیزی هستید که سنتان میگوید یا احساس میکنید ذهنتان به سنتان نمیخورد. این هم میتواند یک سرنخ باشد. بعضی از افراد دوست دارند بچه باشند و بعضی ها بزرگ و ادای آنها را در میآورند. این نیز میتواند نشان دهد که یک انسان در زندگی قبلی خود در چه سنی از دنیا رفته است. 7. دردهای عجیب و بی دلیل بدنی هم دلیل برای زندگی قبلی هستند. بعض انسان‌ها گاه‌ها یک قسمت از بدنشان ضعیف یا خیلی درد می‌کند و معمولا دلیل هم ندارند. دکترها چیزهای میگویند و قرص‌های تجویز می‌کنند اما در واقع این دردها خوب شدنی نیستند و تا آخر عمر با وی همراهند. این موضوع میتواند نشانگر دردهای از زندگی قبلی باشند. این 7 مورد تئوری‌های قطعی نیستند اما نظریه‌های هستند که دانشمندان و روانپزشکان در این رابطه بیان می‌کنند. از این که تا پایان همراه بودید از شما عزیزان متشکرم. امیدوارم با درج نظرات خود ما را در ارائه هرچی بهتر این مطالب یاری کنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.